به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت و رحم. اما بعد، ابن قیم رحمت الله علیه میگوید چهار چیز تن را بیمار میکند: سخن بسیار، خواب بسیار، خوردن بسیار، جماع کردن بسیار، یعنی همخوابگی زیاد. چهار چیز بدن را برباد میدهد: اندوه، غم، گرسنگی، بیخوابی. چهار چیز نور را از روی میبرد: دروغ، بی‌حیایی، پرسیدن بسیار بدون علم، فسق و فجور. چهار چیز نور چهره را می افزاید: تقوا، وفا، کرم یعنی مهربانی و مروت یعنی جوانمردی. چهار چیز افزون رزق است: شب زنده داری، استغفار صبحگاهان، همیشه صدقه دادن، ذکر گفتن در صبح و شام. چهار چیز رزق را می خورد: خواب صبح، کم نمازی، تنبلی، خیانت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.